سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به ویدیو امروز، جایی که یه چالش خیلی خفن داریم. من توی این اینستاگرام از بچه ها خواستم که یه دونه چالش عکاسی بدن و رضا که از دوستای قدیمیم که خودش هم عکاسه و خیلی عکاس خفنیه بهم چالش باحال داد. چالش اینطوریه که من میرم توی میدون ششم بهمن، یعنی میدون مرکزی شهر بوشهر. اونجا یه مربع یک دریک برای خودم مشخص میکنم و شروع به عکاسی میکنم. فوق العاده چالش سختیه و امیدوارم بتونم ازش بر بیام و بتونم عکسای قابل قبولی بگیرم. تنها چیزی که واسه این چالش نیاز داریم یه دونه چسب وایره که بریم چسب بگیریم و بریم سر لوکیشن. به نظرم همینجا وایسم چون که احتمالا قراره پر بشه جلو و جاگیرمون نیاد. جاست میدون عزیز من چالش رو بخونم. میره تو میدون ششم بهمن، یه مربع یک در یک، فقط تو اینا نیم متر هر چیزش چه 4 تا از اینا همینجا خوبه. من میخوام اینجا بشینم، خستم. تلاش بسیار بالاخره وارد مربع شدیم. حالا بریم عکاسی کنیم. خب من واسه اینکه زوم بیشتری داشته باشم میذارم حالت APS که یه خورده تله‌تر بتونیم عکس بگیریم و فقط هم از آدما میتونیم عکس بگیریم چون که کسی رد بشه در واقع. پیرامونده جالبه. خب من تنظیمات هم خرابه، خیلی هم عالی. الان خوش چیزی که هست اینه که فوق العاده کار سختیه و فوق العاده احساس معذب بودن دارم در این شرایط. جایی که من بخوام بیفتم دنبال سوژه باید بیاد سمت من. خیلی کار سخته. میانیم بچه ها. خب بیاین. خوبه. اینم جالبه. من نمیتونم جا به جا بشم. چه ستاری میزنم. نمیتونم جا به جا بشم و این بده. این خیلی بده. اینم جالبه. بیا از عکس بگیریم. بیا. همینجاست. وایس. نه عکاس خیابون نیستم. وایس. کلاتم بذار. یا بگی تو دستت. تنها بگیرم. بیا خود تنها بگیرم. فایده نداری. رفیق نیمران. خیلی درس. نه چه خوب عکست. خوب عکست. مونگه ندا. نه نگاه موی توی مربع کنم نمیخوام خارج بشم. از هنرمند عکس گرفتم. از فاصله دور. اگه ناراضی باشم یا اما عکس نگیر. از این عکس منطقیه. میگه نه. الان ازت عکس بگیرم. ناراضی راضی. ناراضیه. ناراضی همش پاک میکنم.
تو خود نمیه جلو دوربین میخوای ازت عکس بگیرم. فروشی عکس بگیر این میکی اینجا بس کی همین میزنه من اینجا نشسته عیزنت به از عکس میگرفتم. من ایزن اومدم تو چی فکر کردی؟ اصلا شام مدرک داری شناسنامه شناسنامه با اون خوب بیا میدی فهمونه سیکا آخه چه که دست کمه شما میلی دیگه موریش خیرات داره خب چیکار کنم واسه انا غیرتی الان پات نگیر شادش کرد لباسش قشنگه رینگ قشنگی داری کار داره کسی رد نمیشه ازش عکس بگیریم. نزدیکمون نمیان میفهمی؟ مشکل نزدیکمون نمیان. میخوام بیارمش نزدیکت اما میلی ازت یه عکسی بگیره چیکار همون داری؟ اینجا ایو پیج هم داری؟ پیج هم داریم. خوب شد عکسش. یا پیجام بزنم. عکس قشنگ میخوای یا نه؟ نه باش نمیگیرم ازت. من عکسش نمیگیرم. ازش نگیرم مردم برام وایس کنم. کلا بذار برو اونجا وایسا. خیلی دیرنا. بشین. کل ویدیوم شدی تو. خدرم یه خورده صورتت بیاد پایین. یه خورده صورتت بیاد. بیا. چه قیافه. خود راضی نیستی. او که نزدیک بیا. خود راضی نیستی. نگاه. بری میتونی بری این مجوز دارم که بری. آبورشون تو گوشه میرا تو محل درمون میکنه معروف میشی یا؟ تو محل درمون میکنه والا معروف میشی معروف میشم از اینکه زیاد آدم رد نمیشه اون دیتیل عکس بگیریم دیتیل هایی که در دسترسمون هست واید هم میشه عکس گرفت ولی به نظرم چالش خوبیه از این جهت که الان بهتون میگم از این جهت میگم چالش خوبیه چون که تو در یک محدودیت خیلی زیادی قرار میگیری و مجبور میشی که خلاق باشی از هر چیزی که هست و داری بتونی استفاده کنی اینم جمع کنیم محیط شهری رو آلودش نکنیم حتما بهتون توصیه میکنم اگه دارین عکاسی شروع میکنین این چالش رو امتحان کنین چون که مجبورتون میکنه خلاق باشین و از ابزاری که دارین واقعا خوب استفاده کنین خب بچه امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه لایک و شیر و ساب و زنگوله و بقیه چیزایی یادتون نره تا ویدیو بعدی خیلی ممنون